تا حالا شده گوشیتون رو آپدیت بکنید، بعد ببینید گوشیتون کندتر شده، باتریش زودتر خالی میشه، گوشی داغ میکنه و انگار کلا اون گوشی سابق دیگه نیست. سلام، من حسین رمضانی هستم و تو این ویدیو با هم دیگه میخوایم سیاست آپدیت طولانی مدت که شرکت‌ها برای گوشی‌هاشون در نظر گرفتن رو بررسی بکنیم. شرکت‌ها نمیان توی ارائه آپدیت‌های نرم افزاری برای گوشی‌هاشون تمام حقیقتی که درباره این به‌روزرسانی هست رو به ما بگن. اسمش میشه فرسایش برنامه‌ریزی شده برای اون محصول یا اون گوشی که دست شما هست. یعنی شرکت طبق یک برنامه‌ریزی خاص میاد اون محصول رو آروم آروم از رده خارج میکنه که شما رو ترغیب بکنه یا وادار بکنه کم کم برید سراغ محصول جدیدش. چرا گوشیمون رو آپدیت بکنیم؟ ببینید، جدا از اینکه سیستم عامل گوشیتون ارتقا پیدا میکنه، مثلا یه آپدیت ماژور براتون میاد، اندروید 15 میشه 16، آپدیت کردن گوشی یه سری حفره‌های امنیتی رو میپوشونه. یعنی اگر مشکلی توی سیستم عامل باشه که بتونن بد افزارا ازش استفاده بکنن برای استفاده از اطلاعات شخصیتون یا حالا موارد مختلف، اینا پوشیده میشه، آپدیت‌های امنیتی برای گوشیتون میاد و این حفره‌ها رو میپوشونه. یه سری از به‌روزرسانی‌ها هم هستن که میان مشکلات اون نسخه از رابط کاربری که دارین رو برطرف میکنن، بهبود میدن، مثلا لگ و هنگ و کندی رو کمتر میکنن و رابط کاربری رو نرم و روون‌تر میکنن. مورد دیگه ای که خوبی به‌روزرسانی گوشی داره، میتونه باعث کاهش مصرف باتری بشه. اون تا اینجا یه بند و تبصره داره، به شرطی که توی این نسخه که الان روی گوشیتون هست مشکل کاهش شدید درصد باتری یا مصرف زیاد باتری گوشی رو داشته باشید شما، مصرف بالای باتری. اگر خیلی خوب داره از باتری گوشیتون استفاده میشه، معمولا این برعکسه و باعث میشه که مصرف باتریتون بیشتر بشه. اینجور موارد میتونه جزو خوبی‌های آپدیت کردن گوشی باشه که گوشیتون به روز نگه داشته میشه. اگر اپلیکیشن ها ناسازگار باشن، مثلا نسخه اندرویدتون قدیمی شده، اپلیکیشن جدید سازگار میشن باشه. وقتی که آپدیت میکنید و به روز رسانی بزرگ یا ماژور رو انجام بدید، نسخه سیستم عاملتون عوض میشه، برنامه بهتر سازگار میشه با نسخه جدید اندروید. اگر هم برنامه کرش میکنن توی گوشیتون یا میپرن بیرون، میزنه برنامه متوقف شده، این مشکلات هم ممکنه با به‌روزرسانی جدید برطرف بشه. اگر این مشکلات الان روی نسخه ای از سیستم عاملی که شما نصب دارین هست، اینا برطرف میشن. اگه سیستم عامل ایدئال دارین الان، همین نسخه‌ای که روی گوشیتون نصب هست مشکلی نداره، احتمالش بیشتره که این مشکلات اضافه بشن تا اینکه برطرف بشن. اینجای ویدیو ما میریم توی حقیقتی که شرکت ها به ما نمیگن یا نصف و نیمه میگن. یکی از این کارا میاد خیلی آروم آروم با اون آپدیت گوشی شما رو کند میکنه، گوشیتون لگ میزنه و احساس میکنید که این گوشی دیگه اون گوشی قبل نیستش. این رفته رفته بیشتر میشه با توجه به سیاستایی که شرکت داره، تا جایی که شما فکر کنید دیگه این گوشی عمرش رو کرده و وقتش عوضش بکنید. مورد دیگه که شرکت میاد روی اون کار میکنه، مصرف بیشتر باتری. یعنی نمیاد عملا مصرف رو ببره بالا. قدم اول به جای که بیاد خراب بکنه این داستانو، بهینه‌سازی رو مثل قبل دیگه انجام نمیده. میاد یه جوری پردازش‌های برنامه‌های مختلف و رابط کاربری رو توی اون نسخه نرم افزار قرار میده یا بهینه‌اش نمیکنه که گوشیتون مدام داغ میکنه. بعضی اوقات توی سری از به‌روزرسانی‌ها شده که کاربرا گزارش میدن، میتونید توی سطح اینترنت حتی توی سرچ گوگل هم که بزنید براتون میاد گوشیشون رو آپدیت میکنن، گوشی خیلی داغ میکنه. مثلا توی آپدیت اول گوشی دمش مناسب بوده، با آپدیت بعدی این گرم شدن بیشتر میشه، با آپدیت بعدش باز بیشتر میشه، تا جایی میرسه که گوشی داغ میکنه و این داغ کردن آسیب خیلی زیادی به باتری میزنه و جدای از اون حس خیلی بدی به شما کاربر میده که بابا این گوشی دیگه داره هنگ میکنه، داغ میکنه، باتریش داغون شده، دیگه نمیتونیم استفاده بکنیم ازش. و خب اینجای کار دیگه شرکت کار خودش رو انجام داده. حالا ما چی کار بکنیم؟ سوالی که براتون به وجود میاد. آقا اگر آپدیتی که روی گوشیتون هست، یعنی همین نسخه سیستم عامل که روی گوشیتون هست، داره قشنگ کار میکنه، مصرف باتری آنچنانی نداره، اونقدری داغ نمیکنه، چه کارهای سبک، تو کارهای سنگین همه گوشی‌ها داغ میکنن، طبیعت یک گوشی هستش. آقا اگر اینجوریه و مشکلی نداره، به هیچ عنوان گوشیتو آپدیت نکن. ایدئال سیستم عاملت بذار همونجوری کارشو بکنه. کلا میگم به ترکیب برنده دست نزن. شما وقتی که چیزی داره درست کار میکنه، برای چی به آپدیتش بکنی که احتمالش خیلی زیاده، هزار یک مشکل تو اون به‌روزرسانی باشه. اما اگر آپدیت کردی و این مشکلات برات به وجود اومده، اگر سالهای آخر آپدیت گوشیت هست، میتونم اینو بگم که مشکلش برطرف نمیشه، چون هرچی میریم به سمت آپدیت های آخر گوشی، شرکت براش کم اهمیت‌تر میشه. گوش مثلا نمیاد محصول 4 سال پیش رو اونجوری پشتیبانی بکنه که محصول پارسالش رو داره پشتیبانی میکنه. اگر بد هست سیستم عاملش و داره اذیتتون میکنه، اون آپدیت گند زده به گوشیتون رو بعدش دوباره آپدیت جدید براش میاد، آپدیتش بکنید تا جایی که به یه ثبات نسبی برسه. حتی اگر یه ذره بهتر شد، دیگه دوباره به‌روزرسانیش نکنید، چون شرکت‌ها وقتی میان یا آپدیت رو برای گوشی عرضه میکنن که گوشی با کله میخوره زمین، صدای کاربر رو در میاد، جای مختلف میان نظرشون رو میگن که آقا این گوشی گند خورده، توش بیا درستش بکن. یه مقدار میاد این رو برمیگردونه، بهینه‌تر کنه سیستم رو، بعد دوباره یه مرحله دیگه اون فرسایش زمانبندی شده رو اعمال میکنه روی گوشی، دوباره میره پایین. اگر سیستم عامل گوشی ناپایدار، مشکل داره، به‌روزرسانیش بکن. اگه دیدی بهتر شد، دیگه همونجا بمون، دیگه اصلا تکونش
نده. این باورم که حتما باید گوشی رو ما فلش و فکتوری ریست بکنیم بعد از آپدیت، هم میشه گفت درسته، هم میشه گفت 100% نیست که حتما شما گوشیتون آپدیت اومد براش بگیر ریستش بکن. نه، اگر داره کار میکنه توفیقی نداره، شما لازم نیست بگید گوشیتون فکتوری ریست بکنید. اما اگر مشکل براش به وجود اومده، یه احتمال خیلی کم هست که اگر شما گوشی رو تنظیمات کارخونه بزنی فکتوری ریستش بکنی، احتمالش هست یه سری از مشکلات رفع بشه و طبیعتاً چون گوشی تنظیمات کارخونه میشه، یه مقدار گوشیتون روونتر میشه. این همیشه هست، یه مقدار خیلی کمی گوشیتون روونتر میشه. خدا نگهدار.